11 بار اسمش تو لیست کاندیداهای توپ طلا قرار گرفته و بهش نرسیده. خودش اما هیچ وقت شک نداشته که بهترین بازیکن جهانه. کارنامه زلاتان پر از رکوردهای باور نکردنیه. او 13 فصل پیاپی تو لیگ هلند، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بازی کرد و 12 فصلش قهرمان لیگ شد و فقط یه بار جام از دست داد. جالبه که تو ایتالیا زلاتان پیراهن هر سه تیم بزرگ لیگو پوشید و با همشون قهرمانی رو تجربه کرد. مخترع کنترل فوتبال، قد بلند، قدرت بدنی بالا، تکنیک و شوت‌زنی رو همزمان داشت و با هیچ روشی نمیشد کنترلش کرد. هیچ بازیکنی در تاریخ به اندازه او گل‌های خارق‌العاده نزده. از آمستردام آرنا تا اولترافورد ایبرا بردن 16 تا جام مختلف رو تجربه کرد.